و این کتابی که برای شما اختیار کردیم واقعا عالی ترین حدیث است، چون که در این کتاب عمدة الاحکام طبق نسخه که استاد بزرگوارمون شیخ عبدالمحسن قاسم تحقیق کرده اند 414 حدیث است. این 414 حدیث اکثر آنها هم بخاری رحمت الله علیه هم مسلم اتفاق کردند در روایت آن. برای چه اکثری آن گفتیم؟ برای آن که در بعض حدیث ها حافظ مقدسی شرط خود را ویران کردند. گاه ها حدیث را آوردند و گفتند که این لفظ بخاری هست یا در صحیح مسلم با چنین لفظ آمده است. گفته قید کردن بعضی لفظ ها را تا اینکه در شرح آن معنا وسیع‌تر آید. خلاصه این 415 یا 414 حدیث است که حافظ عبدالواحد مقدسی در این کتاب ذکر کردند که این واقعا هم حدیث های صحیح است و هم حدیث های احکام است. حدیث های احکام یعنی چی؟ حدیث های احکام حدیث های عقیده نیست، بله جمله های عقیدوی دارد ولیکن محض حدیث های عقیده نیست. اما این کتابی که ما الان در ابتدای آن هستیم، این کتاب فقط حدیث های احکام، حدیث هایی که حدیث های فقهی هست. برای ما عادتا حلال و حرام، فرض و واجب، مستحب و مکروه را برای ما و شما به واسطه حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر می دهد.